بالاخره ما باید چقدر ضد آفتاب استفاده کنیم؟ یه بند انگشت، یه طول انگشت، یک قاشق غذاخوری، یک قاشق چایخوری یا یک پیمانه آشپزی؟ این سوال پرتکرار رو توی این ویدیو پاسخ میدم. من سرور هستم، بیوتی تراپیست و مشاور پوست و مو. تا انتهای ویدیو همراه پیدا کردن جواب سوالهای پوستی من همیشه سراغ FDA یا سازمان غذا و داروی آمریکا میرم، معتبرترین سورس دنیا. FDA میگه به ازای هر سانتیمتر مربع باید 2 میلی گرم ضد آفتاب بزنید. یعنی اینکه 30 میلی لیتر برای کل صورت و بدن یک بزرگسال کافیه و 2.5 میلی لیتر برای صورت و گردن. اما خب ما باید اینو چجوری حساب کنیم که آیا ضد آفتابی که داریم میزنیم 2.5 میلی لیتر رو به صورت و گردنمون بریم با هم ببینیم برای ضد آفتاب روزالیا دقیقاً چند تا طول انگشت نیاز داریم. من 4 تا طول انگشت رو پیمانه کردم. همینجور که در ادامه میبینیم 4 تا طول انگشت برای یک ضد آفتاب مثل روزالیا که هم آکوا فلویده که یعنی رقیقه و هم دهانه ضد آفتاب باریکه کمه. مجدد 2 تا طول انگشت دیگه به این حجم اضافه کردم و مجدد مشاهده میکنین که الان دقیقاً حجمش کافیه، یعنی برای یک ضد آفتاب مثل روزالیا که آکوا فلوید رقیق دهانه ضد آفتاب باریکه 6 تا طول انگشت. شما هم توی خونه میتونید ضد آفتاب مورد نظرتون رو اندازه بگیرید تا خیالتون راحت باشه که دارید حجم استاندارد ضد آفتاب رو میزنید. یادتون نره این مسئله ضد آفتاب دارید میتونید توی کامنت از من بپرسید.